سراغ خانه یکایک کفار و صنادید قریش رفت، در میزد. عمر عین یک عاشق دلباخته میرفت در میزد سراغ خانه ابو جهل، سراغ خانه ابو لهب، سراغ خانه ابو سفیان، در میزد ای فلانی بشنو، من عمر مسلمان شدم. اونها در رو میبستن، میگفتن ای عمر روز ما رو سیاه کردی، چه خبر بدی به ما دادی. عمر دید ای بابا من هر چی میکنم تیرم به هدف نمیخوره. آخر پرسجو کرد، دید تو مکه مکرمه یک شخصی هست که به هر حال تو دهن لق بودن شهره آفاق بود، یعنی هیچ رازی رو نگه نمی داشت، دهن لق بود به تمام معنا. رفت پیش همون جمیل ابن معمر، گفت ای جمیل. گفت چی؟ گفت من امروز میخوام یک رازی رو بهت بگم. گفت چه رازی؟ گفت نگاه کن به کسی نگی ها. گفت چیه؟ گفت من عمر مسلمان شدم. هنوز سخنان سیدنا عمر تمام نشده که جمیل ابن معمر فریاد میزد در کوچه های مکه، ای مردم، آهای مردم، بیایید که عمر خطاب مسلمان شده. میگه وقتی این فریاد رو در کوچه های مکه زد، همه دور خانه کعبه جمع شدن. منم اونجا رفتم، از سپید دم تا وقت ظهر زد و خورد عمر رضی الله عنه به خاطر عشق، به خاطر دلدادگی به الله مشغول زد و خورد شد تا وقت ظهر. آخر عقبه ابن ابی معیط اومد، میگه من دو انگشت اینو گرفتم، دیدم که همه روی من افتادن، من این عقبه ابن ابی معیط رو گرفتم و خوابوندمش و دو انگشتم رو گرفتم داخل کاسه چشمانش کردم، گفتم چشاتو از کاسه در میارم، اگر نه به اینها همه بگید برگردن، به عقب برگردن. میگه همه از من فاصله گرفتن. سیدنا عمر رضی الله عنه پس از یک روز کاری بسیار خسته کننده به خونه خودش برگشت. اونجا که رفت عمر خسته کوفته، بدنش غرق در عرق و خون هست. اونجا میره، قبل از این که استراحت بکنه، قبل از استراحت به فرزندانش میگه ای فرزندان من، قسم به خدا من عمر نمیخوابم، من عمر با شما فرزندانم صحبت نمی کنم مادامی که شما فرزندانم همه حلقه به گوش اسلام نباشید. سروران عزیز، امروز کجایند پدران ما؟ کجایند عزیزان ما؟ آیا ما این گونه هستیم؟ آیا در خانواده های ما پدر وقتی برای نماز صبح بلند میشه میگه که من تنها نماز نخونم بلکه تمام افراد خانواده ام رو بیدار بکنم؟ الله فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، نماز خواندن تو تنها نجات بخش برای تو نیست، فرزندانت رو، اهل و عیالت رو بیدار بکن. عمر به وظیفه خود عمل کرد، گفت فرزندان مادامی که مسلمان نباشید من عمر با شما صحبت نمی کنم. اینجا بود که فرزند کوچک سیدنا عمر عبدالله ابن عمر بلند شد، گفت بابا جان من عبدالله 1 سال هست که حلقه به گوش محمد مصطفی شدم. عمر رضی الله عنه اشک از دیدگانش سرازیر شد، گفت عبدالله جان 1 سال است که مسلمان شدی، اگه بنی عمر بدون اسلام می بردم آیا منو همچنان رهایم می کردی؟ منو عمر رو رها می کردی ای فرزند من؟ همه فرزندان عمر مسلمان شدند. ببینید سروران عزیز، حسن بصری رحمه الله میگه که روز قیامت اسلام به چهره تمام انسان ها نگاه میکنه، به چهره یکایک مسلمون ها. وقتی که به کنار سیدنا عمر میاد به چهره عمر نگاه میکنه، اسلام دست عمر رو میگیره نزد الله میبره، میگه ای الله من غریب و بی کس بودم تا زمانی که این مرد مسلمان شد و به من عزت داد. این هست سیدنا عمر رضی الله عنه و عشق و دلدادگی یاران رسول خدا نسبت به دینشون، نسبت به ایمانشون، نسبت به اسلامشون.
این گونه بودن سروران عزیز. سیدنا براء رضی الله عنه، ببینید برای اسلام کسانی ارزش اسلام رو، کسانی ارزش خدا رو میدونن که به خاطر الله قربانی دادن، به خاطر الله هزینه کردن از جانشون، از مالشون. سیدنا براء رضی الله عنه وقتی که در جنگ یمامه بود، در مقابل مرتدین، مسلمانان در وهله اول دچار شکست و عقب نشینی شدند، مسلمانان عقب نشینی کردند، اما سیدنا براء شمشیر رو گرفت، دید که مسلمان ها صحنه رو دارن ترک میکنن، اما براء پای خود را آنچنان محکم نهد نبض ره از سوز او بر می جهد، پاهای خودش رو چنان محکم بر زمین کوبید و گفت من تکان نمیخورم. بئس حامل القرآن انا ان اوتی الاسلام من قبلی، من حافظ قرآن بدبختی هستم اگر اسلام از ناحیه من شکست بخوره. ایستاد و گفت من زمانی میمیرم ای کفار، من به این سادگی در دست شما به شهادت نمیرسم، من زمانی میمیرم که پرچم اسلام در این میدان به اهتزاز در بیاد. اینها بودن که معنای عشق و دلدادگی رو فهمیده بودن. درود شریفی ختم بفرمایید. اتفاقا من همین یک لحظه پیش قصد سخنرانی نداشتم و یک دفتری رو که من در دوران زندان خودم نوشته بودم، چشمام به یکی از این خاطرات عشق و دلدادگی ها افتاد که مو رو بر بدن خود منم سیخ کرد. سروران عزیز، به ابو قدامه شامی، اینا داستانهای عشق هست، عشق و دلدادگی به دین الله. ابو قدامه شامی یکی از مجاهدین نامدار و نام آور عصر و دوران خودش بود. به ابو قدامه شامی گفتن که ای ابو قدامه، ما میخواهیم تو که مجاهدی، تو که در راه اعلای کلمت الله جانفشانی ها کردی، ما ازت میخواهیم بهترین داستان عشق و دلدادگی رو برای ما تعریف بکن. در این میادین جهاد چی دیدی؟ با چشم سر چه داستانهایی، چه وقایعی به وقوع پیوسته برایمون بازگو کن. گفت باشه، من آنچه که دیدم رو با چشم سر دیدم برای شما بازگو میکنم. میگه من یک روزی به سوی میادین جهاد در حرکت بودم، به سوی سرحدات اسلامی. شبی از شبها من به روستای رقه رسیدم، یک روستایی بود. من شب شد، میخواستم شب رو اونجا استراحت بکنم. وقت نماز شد، نماز عشا، رفتم به مسجد، فرصت رو استفاده کردم، مسلمانان رو به جهاد دعوت دادم. بعد از این که مسلمانان رو به سوی جهاد تشویق کردم، به خونه خودم، به اون خونه‌ای که در نظر گرفته بودم برای استراحت برگشتم. در پاسی از شب، توجه بکنید سروران، ابو قدامه شامی میگه در پاسی از شب دیدم کسی در خونه من رو میزنه، در خونه منو. گفتم ای الله، من که اینجا غریبه ام، آشنایی ندارم، کی هست که در خونه منو میزنه؟ دیدم در رو باز کردم، دیدم سبحان الله یک خانم محجبه هست با حجاب کامل ایستاده. گفتم یا امت الله ما تریدین رحمک الله، الله بر تو رحم بکنه، چی میخوایی ای خواهر من؟ گفت همین که من این سخنانم رو گفتم، گفت که یا ابا قدامه انک قد دعوتنا الى الجهاد، من سخنرانی و موعظه تو رو در مسجد شنیدم، تو در خصوص جهاد مردم رو تشویق کردی، آیات جهاد رو برای ما تلاوت کردی، مردم رو برای کمک به مجاهدین تشویق کردی. انا امرأة لا استطيع الجهاد، من زنی هستم، جذبه جهاد دارم، شوق و انگیزه جهاد دارم، اما زنم، توانایی جهاد رو ندارم.
لم اجد مالا ازودك به لتذهب به الى المجاهدین، من مال و سرمایه‌ای هم در اختیار ندارم، هرچه نگاه کردم ای خدا چی رو بدم به ابو قدامه که برای مجاهدین به عنوان تحفه ببره، من هیچ چیزی در بساط خودم نداشتم. فقطعت احسن ما فی و هما ظفیرتای، من نگاه کردم زیباترین چیز یک زن که گیسوهایش هستند، من گیسوهای خودم رو قطع کردم، بریدم، قیچی کردم تا اینها رو لعل الله تعالی اذا رأى شعری قید فرسک، شاید که خدا اینها رو ببر، گیسوهای منو ببر، یک تناب درست کن تا تناب رزمندگان اسلام در میدان جهاد باشه و الله اینها رو ببینه، موهای منو ببینه که مهار اسب مجاهدین هست و در رکاب مجاهدین منو وارد جنت بکنه. میگه یک بقچه ای رو به من داد، من صبح حرکت کردم به سوی میادین جهاد، از پشت سر دیدم یک کسی داره فریاد میزنه یا ابا قدامه یا ابا قدامه. میگه من ایستادم ببینم که کی داره فریاد میزنه، پشت سرم رو نگاه کردم دیدم یک نوجوان خوشقد و سیما، خوشقد و رعنا، 17 سالش هست. گفت که وایستا ای ابو قدامه. من ایستادم، همین که کنار من رسید گفت الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا الى اهلی، خدا را شکر که من ناکام به سوی خانواده ام برنگشتم. ای ابو قدامه من آمده ام که در رکاب تو با دشمنان خدا بجنگم. ابو قدامه میگه من پرسیدم ای نوجوان بابات زنده هست؟ گفت نه ای ابو قدامه، پدر من پارسال در راه اعلاء کلمت الله جان به جان آفرین داده. گفتم مادرت زنده هست؟ گفت مگه مادرم رو نمیشناسی؟ گفتم نه، مگه مادرت کی هست؟ گفت مادر من صاحب همون بقچه هست که دیشب گیسوهای خودش رو به تو داده تا اینها رو مهار اسب خودت بکنی. من اومدم برای جهاد. گفت نوجوان برگرد که بهشت اونجا نیست، بهشت زیر پای همین مادر هست، برو اونجا بهشت رو جستجو کن. گفت نه من برای برگشتن نیامدم، میدانی ای ابو قدامه وقتی که مامانم منو میخواست به سوی جهاد بفرسته، مامانم منو در آغوش گرفت، دستانش رو بلند کرد، گفت الهی سیدی و مولای هذا ولدی ریحانة قلبی ثمرة فؤادی سلمته الیک. بار الها این فرزند من، این لخت جگر من، این پاره تن من، این ریحانه عمر من، این ثمره وجود من هست، این رو به تو هدیه کردم، اون رو بپذیر. میگه مادر من به من گفته فرزند ملاقات من و تو در دروازه جنت هست، برنگرد ای فرزند من. میگه مادرم منو فرستاده، منو بپذیر. ابو قدامه میگه من نتونستم این نوجوان رو برگردونم، با خودم بردم به سوی میدان جهاد. داستان مفصل هست تا اینکه لحظه آغاز نبرد شد، دیدم که همه دارند با فامیل های خودشون دست کله میکنن، بغل کشی و روبوسی میکنن، خداحافظی میکنن چون میدان جنگه. اما دیدم این نوجوان نقاب در چهره گرفته، کسی رو نداره که با او روبوسی و بغل کشی بکنه. من رفتم گفتم ای پسر نوجوان خط مقدم ایستادی، اینجا جولانگاه رزمندگانه، تو تا به حال در میادین جهاد نیومدی، اینجا شوخی بردار نیست. گفت ای ابو قدامه مادر به من توصیه کرده لا تولهم الادبار، پیش روی کن، به عقب بر نگرد. من به عقب بر نمیگردم عمو جان. میگه نبرد آغاز شد. بعد از پایان جنگ
همه سراغ عزیزان خودشون رو گرفتن، سوی مجاهدین میرفتند، سوی اجساد شهدا میگشتند. اما من دیدم از اون نوجوان خبری نیست. من خودم بلند شدم، گفتم بروم سراغی از اون نوجوان رو بگیرم. در میان اجساد میگشتم، دیدم کسی از پشت سر فریاد میزنه: ایها الناس ابعثوا لی عمی ابا قدامه، عموی منو پیدا کنید. دیدم کسی با آخرین سخنان خودش با شدت داره، با سختی داره صحبت میکنه، میگه عموی من ابو قدامه رو پیدا کنید. من دیدم سبحان الله اذا هو یتیم ملقا فی الصحراء. دیدم این نوجوان همون یتیم نوجوان مرد هست که در وسط میدان نبرد افتاده. رفتم پیشش، گفت که ای ابو قدامه، این آخرین نفسهای من هستند، خواهش میکنم که به توصیه من گوش کن. اقسمت علیک، من به تو قسمت میدم ای ابو قدامه، از اینجا که برگشتی نزد مامانم در رقه برو، به مادر بگو مادر جان ان الله قد تقبل هدیتها. به مادر بشارت بده، به مادر مژده بده که الله هدیه تو رو پذیرفت. ای ابو قدامه، من خواهر 9 ساله‌ای دارم. وقتی که من از منزل بیرون می شدم، این خواهر کوچک من دل در سینه نداشت. همیشه به من می گفت داداش جان، پدرم که پارسال رفت، تو رو به خدا زود برگرد به خونه. اون خواهر من چشم انتظار منه، همیشه منو میبوید، چون من بوی بابا رو براش میدادم. به اون خواهر من بگو الله خلیفتی علیک. من رفتم اما خدای من جانشین منه. دوستان، اینا داستان‌های عشق و دلدادگی به الله هست. برای دین الله به خدا چه قربانی هایی که مردان خدا ندادند، اما ما امروز دین الله رو رها کردیم. الاسلام بدأ غریبا و سیعود کما بدأ غریبا. امروز اسلام مانند صدر اسلام غریب و بیکس شده. بیاییم امروز که اسلام یار و یاوری نداره، با عشق فریاد بزنیم و سربازان دین الله قرار بگیریم. همه نیت دارید انشاءالله. جزاکم الله. درود شریف ختم بفرمایید. اما سروران عزیز، در پایان هم جا دارد که به یکی دو مطلب به صورت خلاصه اشاره‌ای داشته باشم. امیدوارم که شما سروران عنایت بفرمایید. مطلب نخست در خصوص سخنان هفته گذشته هم مبنی بر عدم حمایت از کاندیداهای مشخصی بود که بعضاً این سخنانم باعث سوء تفاهماتی در میان دوستان شده بود و بعضاً هم باعث سوء استفاده برخی از سودجویان و فرصت طلبان شده بود که با تاخت و تاز و با حتاکی های خودشون شخصیت درونیشون رو، عمق کدورت و
نفرتهای خودشون رو نمایان ساختند و خواستند به نحوی طوری وانمود بکنند، طوری سخنان ما رو بازتاب بدن که ما یک جبهه مخالف بر علیه حضرت شیخ الاسلام گرفتیم، بر علیه سخنان حضرت شیخ الاسلام موضع گیری کردیم، یک آتشی رو خواستند برافروزند، به نحوی میخواستند آتش بیار این معرکه قرار بگیرند، غافل از این که اینجا هیچ آتشی وجود نداره جز آتش عشق، محبت، وفاداری به حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالی. اتفاقا روز قبل از انتخابات، پنجشنبه هفته قبل، یک دوستانی از هنگ مرزی، آخوند و روحانی عقیدتی سیاسی هنگ مرزی با بعضی از پرسنلشون اینجا تو حوزه ما تشریف آورده بودن. یکی از همین آخوند عقیدتی سیاسی از من سوال کرد، گفت که اینجا مردم نظرشون به کیه؟ میخوان به کی رأی بدن؟ بنده بلا فاصله عرض کردم به آیت الله رئیسی رأی میدن. گفت چرا؟ گفتم چرا نداره، چون در میان اهل سنت فصل الخطاب و حرف آخر رو فقط حضرت شیخ الاسلام میزنه و بس. گفت که اگر یک شخصی امثال شما یا کسی دیگر بخواد یک جبهه مخالفی رو بگیره، گفتم که بالفرض و المحال اگر ما جبهه گیری هم بکنیم، اون وقت جز رأی خودم حتی همسر و فرزندان و اهل و عیال ما هم به فرمان حضرت شیخ الاسلام عمل میکنند. و حتی در روز انتخابات که من عرایض خودم رو اینجا عنوان کردم، روز جمعه بعد از سخنانم بعضی از دوستان با من ارتباط کردند و گفتند حالا ما در یک دوراهی قرار گرفتیم، چه کار بکنیم؟ رأی بدیم، رأی ندیم؟ گفتم، من عرض کردم که هیچ دوراهی اینجا وجود نداره، تنها راه بلکه شاهراه موفقیت و سربلندی جامعه اهل سنت ایران لبیک گفتن به ندای پیشوای مذهبیشون حضرت شیخ الاسلام هست و بس. بله سروران عزیز، پس ما هیچ جبهه مخالفی بر علیه حضرت شیخ الاسلام اتخاذ نکردیم و انشاءالله ما وفاداریمون رو همگی به حضرت شیخ الاسلام در ادوار مختلف اعلان کردیم و هستیم بر آن عهد که بستیم. اما مطلب دوم من سخنان، عرایض و درد و دلهایی هست با کاندیدای منتخب ریاست جمهوری ملت شریف ایران، بالاخص جامعه اهل سنت، جناب حضرت آیت الله رئیسی. جناب، امیدوارم که این سخنان من به گوش ایشون برسه. جناب آیت الله رئیسی، حضرت عالی کاملا مستحضرید که جامعه اهل سنت ایران، این اقلیت فراموش شده، این پابرهنگان، این سینه سوختگان، این جفا دیدگان، علی رغم تبعیض‌های 42 ساله، علی رغم کم لطفی ها و بیمهری ها، علی رغم تبلیغات گسترده جهت تحریم انتخابات، به دستور پیشوای مذهبیشون حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تعالی به پای صندوقهای رأی اومدند و به حضرت عالی رأی دادند. حضرت شیخ الاسلام تمامی حجمه ها، تمامی نقدها، تمامی اعتراضهای سیاسیون و نخبگان اهل سنت رو به جان خرید و تمامی مردم رو به پای صندوقهای رأی به نفع حضرت عالی طلبیدند، به امید این که شما با بقیه فرق دارید، بالاخره شما با
شعار بت شکنی به میدان اومدید، به امید این که شما تابو شکن باشید، به امید این که تابوهای تبعیض و ناعدالتی ها رو در هم بشکنید، به امید این که تبر شما تبر ابراهیمی باشه، به امید این که تبر شما گردن کلفتان و افراطگرایانی که حقوق اقلیت ها رو نادیده میگیرند، این تبر رو به گردن اونها بکوبید. امثال همین تفرقه افکنان، امثال همین هنجار شکنان، امثال همین افراطیونی که چشم دیدن دیگران رو ندارند، امثال همین روزنامه جمهوری به نام اسلامی که در همین هفته ها نتونستند سخنان و مواضع اهل سنت رو تحمل بکنن، سخنان و تلاشه های عالم برجسته اهل سنت کشور جناب مولانا بدری حفظه الله رو که برای ایجاد شور انتخاباتی کرده بودند کاسب کارانه قلمداد کرد و گفتند که اینها مواظب باشید. به حضرت علی گفتند جناب آیت الله رئیسی قبل از اینکه شما بر مسند ریاست جمهوری بنشینید، اینها میخوان شما رو از مسیر خودتون، از رویکرد عدالت محوریتون جدا بکنند و گفتند مواظب باشید، به اینها امتیاز ندید، به اینها بها ندید. بنده اهل تعارف نیستم، بدون تعارف عرض میکنم جناب آیت الله رئیسی، جامعه اهل سنت ایران این آخرین بار به عنوان آخرین روزنه امید، به عنوان آخرین بارقه امید، به این امید که با حاکمیت یک دست و با تمرکز قدرت در میان یک حزب راحت تر بتونن به حقوق خودشون دسترسی پیدا بکنند. اگر این بار به خدا بنده مردم رو تحریک نمی کنم، از بطن جامعه هستم، دردهای مردم رو به شما عنوان می کنم، اگر این بار اهل سنت به خواسته های به حق و قانونی و مسلم و مشروع و مصرح خودشون دسترسی پیدا نکنند، دیگر رنگ صندوقهای رأی رو نخواهند دید. پس بنده امیدوارم که به افراطیون بها داده نشه، بلکه به این ضعیفان و پابرهنگان حق داده بشه. اهل سنت هرگز دنبال زیاده خواهی و باج خواهی و زیاده طلبی نبودند و نیستند، اما این رو هم خدمتتون به صورت شفاف و با صراحت اعلام میکنم که در راستای رسیدن به آرمانهای خودمون، در راستای رسیدن به حقوق مسلم و عزت و جایگاه اصلی خودمون در نظام اسلامی به خدا ذره پاپس نمی‌کشیم. چه بخواهید چه نخواهید، داشتن وزیر اهل سنت حق مسلم ماست، داشتن معاونین وزیر، مدیران کل و استاندار حق مصرح ماست، داشتن مسجد اهل سنت در تهران حق مسلم ماست، داشتن یک شبکه در رسانه ملی حق مسلم ماست، داشتن یک به هر حال داشتن دسترسی پیدا کردن نخبگان ما و سهیم بودن نخبگان ما
در اداره کشور خودشون حق مسلم نخبگان ما هست. تقسیم عادلانه اعتبارات حق مسلم جامعه ما هست. داشتن حریت و آزادی کامل در انجام امورات مذهبیمون حق مسلم ما هست. اینها زیاده خواهی نیست، اینها باج خواهی و زیاده طلبی نیست. جناب آیت الله رئیسی، اهل سنت ایران چشم انتظارند که در کابینه شما دیده بشند، چشم انتظار روزی هستند که حضرت عالی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه بزنید و این ملت جفا دیده به حقوق قانونی و مسلم خودشون برسند. به امید آن روز فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. جا دارد که در عرض 1 دقیقه هم عرض تسلیتی داشته باشم برای معلمان بلوچی که در سانحه تصادف جان خودشون رو از دست دادند. خداوند متعال این عزیزانمون رو غریق رحمت بفرمایند و به خانواده هایشون اجر جزیل و صبر جلیل عنایت بفرمایند.